ببینیم واسه دیدن کل بناهای معروف دنیا چند ساعت وقت لازمه. این سازه رو کیه که نشناسه؟ بله، برج ایفله. اما اینجا پاریس نیست. این بنا هم که مشخصه دیگه، تاج محله. اما اینجا هندوستان نیست. اینا هم اهرام ثلاثه هستن، ولی باور کن اینجا مصر نیست. ایشون هم معبد آکروپولیسه، ولی اینجا کیلومترها با آتن فاصله داره. به اینام سنگ‌های معروف استونهنج که دیگه احتمالاً خودتون میدونید که در انگلستان قرار ندارن. بابا من مگه با شما شوخی دارم؟ اینجا به هیچ وجه جزیره ایستر در اقیانوس آرام نمیتونه باشه، ولی اینا مجسمه‌های سنگی معروف مومای هستن. اما صبر کن، قضیه جالب‌تر هم میشه. معرفی میکنم. حافظیه‌ای که شیراز نیست، آرامگاه خیام در جای دور از نیشابور، تخت جمشیدی که توی شوش نیست، چغازنبیل غیر خوزستانی، خود ورسکی که هرگز سوادکوه رو از نزدیک ندیده و کلی مورد عجیب و جالب دیگه. اینجا پارک مینی ورلد یا جهان کوچک ملایره، جایی که اکثر بناهای دیدنی مشهور ایران و جهان رو در یک محوطه کنار هم میتونیم ببینیم و با همشون عکس بندازیم. نکته باحال این پارک اینه که بناها طوری طراحی شده که خیلی نزدیک به بنای اصلی باشه، واسه همینم توی ابعاد نسبتاً بزرگی ساخته شدن. خلاصه اگه خواستین تور دور دنیا در یک روز شرکت کنین، کافیه به ملاگر برین و خودتون رو به پارک محبوب مینی ورلد برسونین.